گرفته. یکی دیگه از ویژگی‌های کمپانی اوارد فاند فامیلی ایده بسیار جذاب و خلاقانه صندوق آوارد هست. همونطور که میدونید صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی بسیار رایجن، اما مشکلاتی دارن. افراد بعد از اینکه توی اون قرعه کشی برنده میشن و مبلغ وام رو دریافت میکنن، باز هم باید اقساط پرداخت بکنن و از همه مهمتر این که اونا بعد از برنده شدن دیگه عضو اون صندوق نیستن و در قرعه کشی ماه آینده شرکت داده نمیشن و احتمال برنده شدن اونا دیگه هرگز وجود نداره. عمر صندوق بستگی به تعداد افراد صندوق داره. مثلا اگر در یک صندوقی 50 نفر باشن، اون صندوق 50 ماه طول میکشه و این باعث میشه ارزش پول افراد و اعضا در صندوق تحت تأثیر قرار بگیره و ارزش پولشون کم بشه. صندوق خانگی آوارد برای حفظ ارزش پول اعضای خودش به دلار طراحی شده. در این صندوق مبلغ $5000 وجود داره. جالبه بدونید که در صندوق آوارد از قرعه کشی